دوستای عزیز، مسابقه بسکشی امروزی ما که در ولسوالی قلعه‌زال مرکز عاطفه بالای لغمان قشلاق برگزار شده به مناسبت جشن عروسی محیب جان درگاه پسر عبدالجبار درگاه است. دوستای عزیز، ایکا که 1000 افغانی جان مستی حافظ پهلوان، بیا برادر. آفرین آفرین. جمع شوین سر گوساله، جمع شوین. از طرف رئیس عبدالحقم به مبلغ 1000 افغانی به حافظ پهلوان جایزه تقدیم شد. از طرف عزیز الله قهرمانم و برادره برخط جمع شوین که از سالم قاقل از طرف پاچاهای نقل انزد افغانی سالم داری. واردار که بازم 1000 افغانی از طرف عبدالحمید دکاندار سالم تقدیم بشه. همت پهلوان با سوار اسب جیران دیوانه اجلالای کشانی موفقانه بزرا به خط رسانید و مستحق جایزه خط شناخته شد. از طرف حاجی صاحب امیدوار دکاندار 1000 افغانی سالم داره از پشت بیرق دور داده ما بین خط. عبدالحمید بای گیچی 1000 افغانی سالم داره. اکمای میدان متوجه باشید. از طرف حاجی صاحب عبدالحمید بای گیچی 1000 افغانی سالم داره. از طرف نقیب کشانی هم به مبلغ 1000 افغانی به همت پهلوان جایزه تقدیم شد. ایکو که از طرف حاجی صاحب عبدالحمید گیچی 1000 افغانی سالم داره. از طرف لالا جان کشانی هم به مبلغ 500 افغانی به همت پهلوان جایزه تقدیم شد. از طرف ناصرالدین کشانی هم به مبلغ 1000 افغانی به همت پهلوان جایزه تقدیم شد. لحظات پیش همت پهلوان به سوار اسب جیران دیوانه اجلالای کشانی موفقانه بزرا به خط رسانید و مستحق جایزه خط شناخته شد. ایکو که 1000 افغانی سالم داره. از طرف حاجی صاحب عبدالحمید گیچی سالم تقدیم میشه. سالم فوق‌العاده. تقدیم میشه. نوش جانت میگم عبدالحکیم پهلوان زنبور. جمع شوین سر گوساله، جمع شوین سر گوساله، جمع شوین، جمع شوین سر گوساله، جمع شوین سر گوساله، جمع شوین، جمع شوین. واردار 1000 افغانی از طرف رشید باید سالم تقدیم میشه. عبدالحکیم پهلوان زنبور به سوار اسب ایلاقی امانبای افساری موفقانه بزرا به خط رسانید و مستحق جایزه خط شناخته شد. از طرف امانبای افساری هم به مبلغ 1000 افغانی به عبدالحکیم پهلوان زنبور جایزه تقدیم شد. لحظات پیش عبدالحکیم پهلوان زنبور به سوار اسب ایلاقی امانبای افساری موفقانه بزرا به خط رسانید و مستحق جایزه خط شناخته شد. از طرف نیاز محمد جان پسر غوث الدین کشانی به مبلغ 500 افغانی به همت پهلوان جایزه تقدیم شد. جمع شوین سر گوسفاله، جمع شوین. عبدالحکیم پهلوان بیا. نواردار، نواردار، جمع شوین. پهلوان پسر مرحوم قربان آقا سالم تقدیم میشه. عبدالحکیم پهلوان از فکر تو شما شیری دکتر عبدالحکیم پهلوان کندزی به سوار اسب
Kırgızı Malikbay Akram muvaffaqiyat bilan xat rasulida mustaqil joyda xat shiroftashat از طرف قاری صاحب عبدالقارم و مبلغ 1000 افغانی به قلقیم پهلوان کندوزی جایزه تقدیم شد. همچنین از طرف شکر پهلوان جانم عبدالله پهلوان پنجه پولادی نوش جانت میگم نبردار جمع شوید سر گوساله جمع شوید سر گوساله وردار بازم 500 افغانی سالم داری عبدالله پهلوان پنجه پولادی با سواره اسب جیرانی نو خریده رئیس صاحب نور محمد خان موفقانه بزرگ به خاطر رسانیده مستقیم عبدالله پهلوان پنجه سپید نو خریده قاری صاحب جمیل قدمگیر قطعه خاص ولایت کندوز موفقانه بزرگ به خاطر رسانیده مستقیم جایزه خط شناخته شد از طرف عبدالله جان برادری قاری صاحب جمیلم به مبلغ 1000 افغانی به عبدالله پهلوان پنجه پولادی جایزه تقدیم شد. جان داکام پهلوان جمع شوید که سر گوساله یک ساله به فوق‌العاده از طرف زاید ما داریم جمع شوید سر گوساله وردار از آن افغانی از طرف زاید ما سالم تقدیم میشه اکام پهلوان به سواری اسب شاهین تاش پهلوان موفقان بزرگ به خط رسانید و مستحق جایزه خط شناخته شد. تقدیم بشه از هر افغانی ببینیم تو کلام قهرمان ما میکنه خط علاقه و خط استاد نشو پهلوان سور بازی تا میدان نشان بده کپیس پهلوان است تحت کنترل کپیس پهلوان قرار دارد از که خط است پهلوان نوش جانت بگم کپیس پهلوان جمع شوین سر گوساله خوش یادار که 1000 افغانی سر باجی صاحب قدرت الله سالم تقدیم میشه کپیس پهلوان به سواری اسب نعیم بای برادر مرحوم وزیر بای موفقانه بزرگ به خاطر رسانید و مستحق جایزه خط شناخته شد کپیس پهلوان روبرو بیرق برو کنجا نعیم بای هم 6 دقیقه از طرف نعیم بای هم به مبلغ 1000 افغانی کپیس پهلوان جایزه تقدیم شد پهلوانای عزیز که بزکشی گفته که باید کش کنید سالمای فوق‌العاده دارید جمع شوید سر گوساله جمع شوید نوردار جمع شوید وردار 500 افغانی از طرف عبدالرحیم بای سالم تقدیم میشه از پشت بیرق دور داده مابین خط شیرالم پهلوان اسم که با شیرالم پهلوان شیرالم پهلوان با سوار اسب محترم شکربای لودین موفقانه بزرگ به خط رسانید و مستحق جایزه خط شناخته شد پهلوانای عزیز کشاکش باید باشه
چشم رئیس صاحب حالدست شمال بته که ششتن باری سالم داره در قضاوت های جانم رئیس صاحب و معلوم صاحبی شمال داره که ششتن باری شد ششتن باری سالم داره شمال داره Ankara yapıyor ve Rafaşet'i bu konu. Navardar ki az tarafı Tillay Maygir Salımı fevkalade dاره بردار از آن پای سالم در از طرف طلای مایی پس سالم تقدیم میشه عبدالحکیم پهلوان زنبور به سوار اسب نوخرید جبار تاجیک موافقان بزرگ و خد رسانید و مستحق جایزه خط شناخته شد از طرف جبار تاجیک bayram nasıl ha? Naşudameга kamay maydan. Sami Palavanay kıya tarafı bayrak. Bayrak Naşudamega. Bayrak Naşuda. Allah'ın mayıpaz. Salamet takdim meşas puştu bayrakta orada da. Agar yak mutri bayrak insulam. عبور کردی سالم تقدیم نمیشه از پشت بیرق عبور نکنی سالم نداره پهلوانای عزیز خود متوجه باش وردار ازارت بانی همشه عبدالله پهلوان پنج پولادی هزار افغان سالم داری از طرف طلای مایی پس سالم تقدیم میشه خالی صاحب خالی مکنه زان چاپ کنو Ayko, azar افغان سالم داره از طرف طلای مایی پس سالمت متوجه باشین از دمای میدان از اول سالم داری از طرف طلای مای پس سالم تبدیل میشه عبیدالله پهلوان کلزاده نیست تحت کنترل عبیدالله پهلوان کلزاده است 15 صد افغانی شد 15 صد افغانی ای تو چه سالم فوق‌العاده دو هزار افغانی
افغانی سالم داره اسمش بیرد آورده ما بین خط اکشرالم پهلوان 2000 افغانی شد 2000 افغانی شد چند سالم افغان قوته مسابقه بسکشی رسوم و بلاجان درغه پسر عبدالجبار درغه قدردانی نمودن جهان سپاس از قدردانی شد از طرف احمد آقچه شبرغان مویبولا جان و مسابقه بسکشی مرزی مویبولا جان به مبلغ 5000 افغانی قدردانی نمودن جهان سپاس از قدردانی شد از طرف تاج محمد هم به مبلغ 5000 افغانی و مسابقه بسکشی مرزی مویبولا جان درغه پسر عبدالجبار درغه قدردانی نمودن جهان سپاس از قدردانی شد از طرف اسمت الله از طرف اجساد ناظر مرادیان و مبلغ 5000 افغانی مسابقه بسکشی مرزی مویبولا جان درغه پسر عبدالجبار درغه قدردانی نمودن قدردانی شد از طرف اسمت الله به مبلغ 3000 افغانی از طرف خواهش میشه آیکو که 2000 افغانی خواهش میشه فرمان ایشان برش بسیار درست است نوش جانت یک دقیقه دوست خواهی پیست پهلوان نواردار جمع شوید همته جمع شوید نواردار برادر حافظ پهلوان به سوار اسب ارباب صاحب قادر عاشقان بزرگ خود رسانید و مستحق جایزه خط از طرف دکتر صاحب عبدالله به مبلغ 500 افغانی از طرف ارباب صاحب قادر به مبلغ 1000 افغانی از طرف ارباب صاحب جلیل به مبلغ 1000 افغانی باطل پهلوان از طرف غلام پهلوان به مبلغ 1000 کامچین واردار یزار افغانی سالم داری از پشت بیرق داده ما بین خیلی از طرف غلام پهلوان سالم تقدیم میشه افغانی سالم داری از پشت بیرق داده ما بین لحظات پیش حافظ پهلوان به سوار ارباب صاحب قادر و افغان بزرگ خود رسانید و مستحق جایزه خط شناخته شد از طرف ارباب صاحب قادرم به مبلغ 1000 افغانی به حافظ پهلوان جایزه تقدیم شد ارباب صاحب چی شد؟ بیالیاس پهلوان از طرف ارباب خانزاده قنداری امام صاحب
کن. الیاس پهلوان گلبزی و سوار عجز معلم گلستان خان کاکر موفقانه بود را به خط رسانید و مستحق جایزه خط شناخته شد. از طرف عجز صاحب گلستان خان کاکر هم با مبلغ 1000 افغانی به الیاس پهلوان جایزه تقدیم شد. تقدیم میشه امام صاحبی. ای که سلامت از طرف ارباب صاحب خانزاده خانداری امام صاحب سلامت تقدیم میشه. تشکر ارباب صاحب خانزاده. سعی شاید درست است. اتحاب قلقام پهلوان جمع شوید. از طرف عبدی گوجلاب از دار افغانستان داری. عبدی گوجلاب سلامت تقدیم میشه. قلدشم و 2000 میره بالا. اکام پهلوان به سوار اسبی عبدالوهاب جان نو خریدش موفقانه بود را به خط رسانید و مستحق جایزه خط شناخته شد. اصل مشکل نو خرید وهاب جان موفقانه بود را به خط رسانید و مستحق جایزه خط شناخته شد. از طرف عبدالوهاب جان هم مبلغ 1000 افغانی به اکام پهلوان جایزه تقدیم شد. صحیح سمی پهلوان ارباب صاحب جمع شوید سر گوساله. شبیه سمی پهلوان از طرف عجز صاحب عبدالله یمانی داره سالم داره. سمی پهلوان به سوار اسب گل و بادامی عجز صاحب اکبربای موفقانه بود را به خط رسانید و مستحق جایزه خط شناخته شد. از طرف عجز صاحب اکبرم به مبلغ 1000 افغانی به سمی پهلوان ایوان صاحبی جایزه تقدیم شد. تشریف آوردن به نمایندگی تویخانه همگی شما را عزیزان خوش آمدید و خیر عبدالله پهلوان اوت است. جمع شو برو سر گوساله عبدالله پهلوان. جمع شوید جمع شوید جمع شوید جمع شوید نورده جمع شوید سالم فوق‌العاده جمع شوید جمع شوید. وردر 2000 افغانی از طرف عجز صاحب عبدالله یمانی رئیس شرکت خدمات پولی امانی سلامت تقدیم میشه. 2000 افغانی قلدش هم تا 5000 میره بالا. چک سالم فوق‌العاده از طرف عجز صاحب عبدالله یمانی رئیس شرکت خدمات پولی امانی سلامت تقدیم میشه. ای که 3000 افغانی شد. ایکو چک سالم فوق‌العاده از طرف عجز صاحب عبدالله امانی رئیس شرکت خدمات پولی امانی سالمت تقدیم بشه. ارباب صاحب متوجه باش اوت بود چرک بزن. جمع شوید جمع شوید جمع شوید. وردر 2000 افغانی از طرف عجز صاحب عبدالله یمانی رئیس شرکت خدمات پولی امانی 2000 افغانی سالم داری. قلدش هم میره تا 5000 افغانی بالا. ببینیم که کدام قهرمان ما که 2000 افغانی را از آن خود میکنه. هر پهلوانی که بتانه گوساله از بیرق دور داده ما بین خط بیاره. از طرف محترم عجز صاحب عبدالله یمانی رئیس شرکت خدمات پولی امانی 2000 افغانی سالم داره.
2500 افغانی شد. ایکا 2500 افغانی شد از طرف حاجی صاحب عبدالله یمانی رئیس شرکت خدمات پولی یمانی سلامت تقدیم میشه. 2500 افغانی. الو ایکا خط تازه بسیر iyi desen. Şimdi demin şura barayım sen ne için gelmiyorsun ha? Gente bana bola adamla uy şoturun cayına var gelen. $10 از طرف حاجی صاحب عبدالله یمانی رئیس شرکت خدمات پولی یمانی سالمت تقدیم میشه. از خط تیر شده عبدالله پهلوان پنج پولادی $50. تنگکا محمدین چکگیر تنگکا $50 سالم داره از طرف حاجی صاحب عبدالله یمانی رئیس شرکت خدمات پولی یمانی سالمت تقدیم میشه. عبدالله پهلوان اکمای میدان متوجه باشی. تاش پهلوان تنگکا شمال داده بیار. خلاصه یک بلسی ختم که انداخت حساب نمیشه. دوستای عزیز محبوب جان داماد تشریف آورده با افتخارش یک چک چک قایم. خوش آمدید محبوب جان تبریک باشه عروسیت. شمال داده بیار که $55. ایکا طرف پیمجان دین دوست پسر دین قاری با مبلغ 5000 افغانی و مسابقه بسکشی امروزی محب الله جان درگاه پسر عبدالجبار درگاه قدردانی نمودن. جهان سپاس از قدردانیشان. پیمجان دین دوست طرفتان آوت است. پیمجان دین دوست طرفتان مبلغ 5000 افغانی bugün gündüzki müsabakayı biz keşimize kadirdarlık edip durur. Onun eden kadirdarlığından bir dünya minnettar. Reis Mudir İsahan Açıksay Reis Federasyonu biz keşiz alıbastan ve muhterem Erbab Sayın Vali Federasyonu biz keşiz alıbastan. Dega hiç kese anladığını kazanır. Oldu bu cayın seyi korcu mu cayın seyi? Öçür şurada. سلامت هم از طرف حاجی صاحب عبدالله یمانی رئیس شرکت خدمات پولی یمانی $60. Valiye. $60 از طرف حاجی صاحب عبدالله یمانی رئیس شرکت خدمات پولی یمانی $60 جایزه داری آورده در خط پر تو. ببینیم که کدام قهرمان ما مستحق $60 شناخته می شود. تشکری از محترم قاری صاحب اکرم که نظم میدان ما را برابر کرده. جهان سپاس. ای که باز از طرف شاه هم یک سالم فوق‌العاده داریم. $60 از طرف حاجی صاحب عبدالله یمانی رئیس شرکت خدمات پولی یمانی $60 شد. وارد بالای شده گیرم پالوانا حکمای میدان متوجه باشید. $60
الیاس پهلوان نوردار که اقامای میدان چه میگه صحیح سر درست است جمع شوین سر گوساله جمع شوین سر گوساله جمع شوین سر گوساله از طرف اجسای فاغن میراب 1000 پولی سالم داره قلدشم تا 2000 میره بالا الیاس پهلوان قهرمان بسواری اسب قزوه نجیب الله پهلوان قلمالا موفقانه بزرگ و خد رسانید و مستحق جایزه خط شناخته شد از طرف نجیب الله پهلوانم به مبلغ $50 به الیاس پهلوان جایزه تقدیم شد به اسب قزل جانم نجیب الله پهلوان قلمالا خالدی از شمال بیتی که 500 افغانی شد شمال داده بیار از طرف محترم مجی صاحب تاغن ویرا 500 افغانی شمال داده بیار اتوش قان پهلوان ارباب صاحب حاجی عبدالقادر به مبلغ 2000 افغانی از طرف حاجی صاحب سالم محمد هم به مبلغ 2000 افغانی از طرف حاجی صاحب تاغن میرابم به مبلغ 2000 افغانی از طرف محمد احمد آقچه پسر خاله محب الله جانم به مبلغ 5000 افغانی از طرف تاج محمد هم به مبلغ داماد جبار درغم به مبلغ 5000 افغانی از طرف حاجی صاحب ناصر مرادی هم به مبلغ $50 از طرف مدیر صاحب اسمت الله رفت هم به مبلغ 3000 افغانی از طرف ارباب صاحب جلیل که خوارزاده جبار درغم به مبلغ $50 از طرف محمد یونس خوارزاده جبار درغه به مبلغ 3000 افغانی از طرف ارباب صاحب نورالله به مبلغ 3000 افغانی از طرف محب الله قصاب مشهور خوب قصاب به مبلغ 6000 افغانی از طرف عید مراد بده به مبلغ 2000 افغانی از طرف عید پهلوان چارگل تیپه هم به مبلغ 2000 افغانی یک تخت قالین ترکی قدردانی نمودن جهان سپاس از قدردانیشان از طرف عبدالرحمن قصابم به مبلغ 2000 افغانی به مسابقه بسکشی امروزی محب الله جان پسر جبار درغه قدردانی نمودن از طرف پیم جان دین دوستم پسر دین قاری با مبلغ 5000 افغانی به مسابقه بسکشی امروزی محب الله جان پسر جبار درغه قدردانی نمودن جهان سپاس از قدردانیشان حاجی صاحب عبدالنظر قرقینم با مبلغ 2000 افغانی به مسابقه بسکشی امروزی محب الله جان قدردانی نمودن جهان سپاس یک کچک با افتخار پیم پهلوان نوش جانت میگم پیم پهلوان ایکا سالمت هم از طرف نعمت الله کندوزی تقدیم میشه 1000 افغانی سالم داری خلدشم میگه تا 2000 میره بالا قضاوتایی میکنیم و قضاوتایتان جانم نوش جانت میگم نور محمد پهلوان اندرابی جمع شوین سر گوساله جمع شوین سر گوساله از طرف حاجی صاحب ملک بای خروتی 2000 افغانی خلدشم میره تا 100 داره بالا خوش نور محمد پهلوان اندرابی به سواری اسب نوارد ملک افغان موفقانه بزرگ به خط رسانید و مستحق جایزه خط شناخته شد از طرف ملک افغان هم به مبلغ $50 به نور محمد پهلوان اندرابی جایزه تقدیم شد پسر مرحوم تاغن اشپز که 500 افغانی را برای ما جایزه روان کرده تشکر از بخششت 500 افغانی را به خیر جان کامرامین جایزه داده تشکر یونس جان bayrak بزن که 2000 افغانی سالم داره
از طرف محترم عجی صاحب ملک بای خروتی 2000 افغانی میگه قلدیشم ببر تا $100 بالا. چه هسته؟ خالده است؟ سواری اسب شاهزاده بای کاکر موفقانه بود را به خط رسانید و مستحق جایزه خط شناخته شد. ای که از طرف جمهوریت پهلوان شغل شقی 1000 افغانی سالم داری از پشت بیرق دور داده ما بین خط. نجیب الله پهلوان تکم کو خط ترسله ای که 1000 افغانی از طرف جمهوریت پهلوان شغل شقی سالمت تقسیم میشه. 1000 افغانی هزار افغانی سالم در از طرف جمهوریت پهلوان شغل شقی سالمت تقدیم میشه. سیف الله پهلوان ترکمن حکمای میدان متوجه باشید که یک سالم فوق‌العاده از طرف فیض‌الله نوری رئیس شرکت خدمات پولی نوری سالمت تقدیم میشه. سالم فوق‌العاده در میدان میگذاریم. اوت است اوت. امام صاحبی قرار داره. ایکو 1500 افغانی سالم داری از پشت بیرق دور داده ما بین خط. حکمای میدان متوجه باشه که بیرق شده نشده. درست است میگه بیرق نشده. از پشت بیرق عبور کن. بیرق نشده میگه بیرق نشده میگه تا که از پشت بیرق عبور نکنی. ایکو 1500 افغانی سالم داری آورده در خط پر تو از پشت بیرق دور داده. از طرف صحبت الله جان خندان یک پیام تبریکی داریم محترم عبدالجبار درغا که عروسی پسرتان از صمیم قلب تبریک میگوید. ایکو 1500 افغانی شد. ایکو
سالم $50 از طرف ملک افغانم داریم. درد و بلای میگیرم ملک افغان. خیری خیری کامرامای حکمای میدان متوجه باشید. خیری کامرامای आउट हसमेगा خیری کامره باید برا گذاره از طرف ابوبای گوجلاب با مبلغ 2000 افغانی، از طرف اجی صاحب تاغن میراب با مبلغ 2000 افغانی، از طرف غلام پهلوان پسر سخی پهلوانم با مبلغ 3000 افغانی، از طرف محمد یونس خوارزاده جبار درگاه با مبلغ 5000 افغانی، از طرف عید مراد پهلوان چارگل تیپه یک تخته قالن 6 متر ترکی قدردانی نمودند. از طرف بسم الله الرحمانی هم به مبلغ 2000 افغانی، از طرف فیض الله نوری شرکت خدمات پولی نوری هم به مبلغ 2000 افغانی، از طرف اجی شامراد خطب هم به مبلغ 2000 افغانی، از طرف اجی صاحب ملک بای خروتی هم به مبلغ 4000 افغانی، از طرف جماع پهلوان هم به مبلغ 2000 افغانی، از طرف عبدالرحمن پهلوان هم برادر قاری اسحاق پهلوانم به مبلغ $100، از طرف اجی صاحب معلم جلیل نیکزاد امام صاحبی هم به مبلغ 2000 افغانی به مسابقه بسکشی امروزی محب الله جان، از طرف عبدالرحمن قصاب هم به مبلغ 2000 افغانی، از طرف حضرت پسر درگاه جبار هم به مبلغ 5000 افغانی، از طرف اجی صاحب عبدالنظر قرقین هم به مبلغ 5000 افغانی به مسابقه بسکشی امروزی محب الله جان درگاه پسر جبار درگاه قدردانی نمودن. جهان سپاس از قدردانیشان. از طرف ملک افغان سلامت تقدیم میشه. قابل توجه فردا یکشنبه در ارسواری کلایدال قریه سالی آباد جالبترین مسابقه بسکشی برگزار می شود. از طرف البته این مسابقه بسکشیمان از طرف خالدبای بروش برگزار می گردد. دوستان مطلع باشید فردا ساعت 1 بجه در ارسواری کلایدال قریه سالی آباد. جالبترین مسابقه پهلوانی برگزار می‌گردد. دوستان مطلع باشید. البته این مسابقه پهلوانی من به مناسبت جشن عروسی فرزند مولا خدای نظر مایفز برگزار می‌گردد. دوستان مطلع باشید. امشب ساعت 8 بجه مسابقه پهلوانی شروع میشه. سلام تقدیم میشه. عبدالله پهلوان پنج فولادی پنج فولادی رو برو جلو رو دیوالای کنکریت را بشکنن. عبدالله پهلوان پنج فولادی دوستان دست کنکروی عبدالله پهلوانی پنج فولادی قرار دارد. محترم نورالله
الله پهلوان امام صاحبی خوش Ama parça koyma. از طرف محترم نورالله پهلوان امام صاحبی با مبلغ 3000 افغانی با مسابقه مستشی امروزی محترم نورالله پهلوان امام صاحبی آیکت 50 دلار از طرف ملک افغان سلام تقدیم میشه. پهلوان پنج فولادی همون فیلم تحت کنترل عبدالله پهلوان پنج فولادی قرار دارد. کماندار قطعه خاص ولایت کندان از طرف کرامت قسام به مبلغ 3000 افغانی در مسابقه مستشی امروزی محمد جان درگاه پسر جبار درگاه قدردانی نمودند. جهان سپاس از قدردانیشان. آکا از طرف ملک دریافت بکنی تجلب کش بیاری خود متوجه باش. مسابقه من امسال و پارسال گفتم زمین و آسمان فرق دارد. جلو کش بند است. ملک افغان تقدیم میشه. اتمای میدان متوجه باش. همه چی بلا پهلوان 50 دلار از طرف ملک افغان سالم داری. سیسته نوش جانه یک چچک و افتخار نجیب الله پهلوان. نجیب الله پهلوان با سواری اسب خودش توانست که بز را به دایره برسانه. از طرف ملک افغان 50 دلار شناخته شد. نوش جانت میگم ملک افغان قی سالمای جمع شوین سر گوساله. از طرف سرور نمایندم به مبلغ 1000 افغانی به نجیب الله پهلوان جایزه تقدیم شد. از طرف شکرالله نمایندم به مبلغ 1000 افغانی جایزه تقدیم شد. از طرف سیف الله هم به مبلغ 1000 افغانی. اکو 1500 افغانی از طرف فیض الله نوری رئیس شرکت خدمات قومی نوری سالم تقدیم میشه. 1500 افغانی سالم داری. Alo. Oğlaqda barca, Oğlaqda vilayetinden özgü usul. Ahiretçi kurucu. Son den urcu. Feyzullah Nuri, reis şirket hidamati, Nuri 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 konuşuyor. از طرف شفیق‌الله جان پسر عزیز صاحب شریف قرقینم با مبلغ 2000 افغانی به مسابقه بزکشی امروزی محیب الله جان قرقین پسر جبار به مسابقه بزکشی امروزی محیب الله جان درگاه پسر جبار درگاه قدردانی نمودند. جهان سپاس از شفیق‌الله جان قرقین. از طرف فیض‌الله نوری رئیس شرکت خدمات پولی نوری سلام تقدیم میشه.
सचिन दाखम पहलवान जाम शबीन सारे गोस्वाला जाम शबीन सारे गोस्वाला जाम शबीन सारे गोस्वाला तो तेरे 4 मास मकसद पास पहलवान जाम शबीन नावारदार नहीं है सर बस नावारदार जाम शबीन वारदार बाजा मजार अफगानी नूर मोहम्मद पहलवानी अंदर अभी बसवारी असबी मुश्की उकाब मलिक अफगान माफकाना बुदरा बखाद रसानीद व मुस्तयक जैसे खाद शनाख्ते शद از طرف ملک افغانم به مبلغ 2000 افغانی نور محمد پهلوان اندرابی سیف الله پهلوان ترکمن استاد تحت کنترل वादर अजहर अफगानी आज तरफ मोहतरम अजमालम साहब जलील निस्बत इमाम साहब 50 अफगानी शॉट عبد الحكيم پهلوان زنبور تحت کنترل عبد الحكيم پهلوان زنبور قرار دارد ایکا از پشت بیرق دور دادن مابین خط از طرف معلوم جلیل نکزد امام صاحب خیلی مستقل میشه अखबाई मैदान में खबच बाशे खतलाकिन पहलवान जंबूर जलाउ काज जामत पहलवान ना सोजाने अब मतवज बाश तशक्कुर मोहतरम आगे साहब मगजिद कारपतन की बख्शिश तशक्कुर आगे साहब अब्दुल नजर कारपतन कुछ पैसे आपने जायजा रहा मालूम जलील ने इमाम साहब نواردار وقت نماز است 20 دقیقه وقت داره که نماز را ادا کنید دوباره برگردید نواردار بسیار طرفی نکل کوئی نواردار طرفی را باند زمین عبد الحكيم پهلوان کندوزی با سوار اسب بلدوزر ملک افغان موافقانه بود را به خط رسانید و مستحق جایزه خط شناخته شد از طرف جبار درگاه پدر داماد هم 1000 افغانی با عبد الحكيم پهلوان کندوزی جایزه تقدیم شد از طرف ملک افغان هم به مبلغ 2000 افغانی अच्छे
patta şava. Jam shavin. Jam shavin. Amjar yela ko. Jam shavin. Akka. Bazam yaksana bistalar shot. Akka karmon badal naman. بازم یک هزار افغانی از طرف دین محمد جان خیاط پسر خیری کامرامین $100 و 2000 افغانی و یک تخت قالین آخر سلامه ایکا جلوت है आइका के $7 از طرف بسم الله الرحمن مقیم استانبول ترکیه یک تخت قالین 6 متر از طرف ایت پهلوان چارگل تیپا 1000 افغانی از طرف یونس چند پسر مرحوم تاغن اشپز 1000 افغانی هم از طرف دین محمد جان خیاط پسر خیری کامرامین تقدیم می شود چک سالمای فوق العاده بسکش کسی میتونه مثل جبار درغه باشه درد و بلای تا بگیرم جبار درغه در تاریخ ثبت میکنه امروزه بسکشی تا برادر هر کس که بیادر آرسی میته بسکشی میته مثل جبار درغه باشه از چفاندازای قهرمانایمان که از تک تکشان تشکر میکنه جبار درغه که امروز برادروار بزرگ دواندان نوش جانتان پهلوانای عزیز ایکا $100 1000 افغانی دیگه 1000 افغانی یک تخت قالینم در جلو نبره که زامد پهلوانم میسوزانی ایکا از محترم آمیر صاحب ورزشی من جوان پهلوان محترم ولایت خانم که جهان سپاس امروز ساعت 8 بجه در میدان آمده و ترتیب میدان داده و میدان آمده کده جهان سپاس از محترم ولایت خان آوی جان تنگه عبدالله پهلوان پنجاب ارمان بدل نما عرضی تو بسکشی نمیشه برادر خطا تازه بکو ایک جنابت ہے اکمای میدان متوجه باش ایکا بسم الله الرحمن مقیم استانبول ترکیه یک تخت قالین 6 متر از طرف ایتی پهلوان چارگل تیپا 1000 افغانی از طرف یونس جان 1000 افغانی هم از طرف دین محمد جان خیاط پسر خیری کامرامین شد $140 ایک جلابت ہے ایک جلابت ہے ایک $100 و 2000 افغانی و یک تخت قالین ایک جلابت ہے ایک
مقیم استانبول ترکیه اظهر افغانی از طرف دین محمد خیاط پسر خیری کامرامین، اظهر افغانی از طرف یونس جان، یک تخت قالنم از طرف اعتماد پهلوان چارگل تیپا. چه سالمای فوق‌العاده، آخر سالمش. تشکر از طرف یونس بای پسر مرحوم باغان آشپز که بازم 5 سال افغانی جایزه برای ما روان کرد. یک سالم فوق‌العاده آخرش ببینیم که کدام پهلوان نایب قهرمان حساب میشه. اپیس پهلوان قرار دارد به سوار اسب گل بادامی محترم عجز صاحب تاغان پهلوان. ای که جناب میمان جان، ای که میمان جان قلد خودت است، نزدیک خط هستی. دیوالای کانکریتی ماندگیست برادر. میمان جان کوشش بکن که سر خط هستی. حکمای میدان متوجه باشه. مهمان ای که جنابتی خودت است. اظهر افغانی از طرف یونس جان پسر مرحوم تاغن آشپز برادر ارباب جلیل و اظهر افغانی هم از طرف دین محمد خیاط پسر خیری کامرامین تقدیم می شود. حمیدالله پهلوان کرزی کپیس پهلوان. آپیس پهلوان، آپیس پهلوان، آپیس پهلوان. تحت کنترل آپیس پهلوان قرار دارد. بسوار اسبی عجز صاحب جمع گلدی قرقین نزدیک خط هستی. اکمای میدان متوجه باشه. Al taşlanıyor.